با سلام و عرض ادب. نصب یک دستگاه موتور مخلوط داریم. این موتورها اکثرا به علت اینکه سیم پیچشون آلومینیومه، به علت گرما بعد هیچ فن خنک کنندگی هم روش تعبیه نکردن، به خاطر این زود به زود میسوزه. من نصب میکنم، بعد آخر ویدیوشو میزنم. حتما گیربکسشم گریسکاری کنید که من یه دستی هم نمیتونم کار کنم. یه ذره گریس نسوز داخلش بریزید دیگه شره هم نمیکن. سعی کن گریس معمولی نزنید واسش. اینم سوار کردن گیربکس روی موتور. فقط یه خار کوچیک داره که به سر جاش بخوره، نمیدونم میبینید یا نه. هر طرف نمیتونه جا بزنید. خب موتورم که رو شاسی رو گیربکس بسته شد، گیربکس هم رو تنه. خب میریم واسه ادامه کار که روش بدنه اصلی بسته بشه. و قبلش کلیدا رو چک کنید که مشکل نخورید. و فقط این سیم بندیشو سعی کنید اگه وارنیش دارید وارنیش حرارتی بزنید. تو گرما نباشه از لنتتون باز میشه. این سویچ اطمینان نصبم هیچ موقع قطعش نکن. خیلی ها دیدم یک سره میکنن این سویچو. این از زیر وقتی شما کاسه رو که وصل میکنید میکرو سویچ رو هل میده بالا. خب این مونتاژ شد. فقط موقع تست بعد میکرو سویچش رو بزنید.